سلام بچه‌ها، اومدم با یه ویدیو جدید از کانال امیر و علی. اومدیم الان اون یکی کاستومی که انداختیم کاستوم اسنایپ بود. اینم اونجوری که گل داده بودم بهتون کاستوم شاتگانه دولو. نه خب ببینم چی حالا درخواست میده بهم. الان نکنین یادتون نره این ویدیو لایک و سابسکرایب کنیم و برای دوستاتون بفرستید. این زنگوله کنار رو روشن کنیم که هرچی ویدیو آپلود کردم واسهتون بیاد. خب علی ردی کن. ببینم که ردی کن. این ردی کرد. خب بریم. اگه فکر میکنین من میبرم این ویدیو لایک کنین. اگه فکر میکنین علی میبره سابسکرایب کنین. علی گفته تا 10,000 نرسید. پس زود 10,000 تا بشیم تا علی هم حرف بزنه و ویدیو باشه. خب بریم که رفتیم. ببینیم که میاد بابا نوبه پینگمونه بزن. دبل شاتگان کردم برم. خدا وکیلی چرا این نمورد؟ ولی خب یا کنین دوران بهش آبانس میدم. حالا یعنی میخوام دست آبانس ندم بهش. خب یه ثانیه من پینم داشتم. ولی خب بریم که رفتیم. من باید این ویدیو ببرم. به شما قول دادم. چرا نمیمیره؟ این دست رو باید فشار دارم ولی باید هیت بازی کنی. از علی متاسف ببخشید. میگم بله. واسه ما اومده قوس شده. آقا بازی پشمان پشت یخ نمیدیم. تا اینجا آوانس بود. اینجا آوانس شدش. بریم که بزنیم. چرا نمردی؟ اون دیگه من به این کشیدم نمرد. دیگه باید این علی هیت بازی کن. علی چرا داری فشار میده رومون؟ نکن دیگه. من نخواسته بودم فشار بدم. خودتون دیگه شروع کرد. داره چجوری پشت اینجا منو دمیج کنه؟ هادی برگم باید من این ویدیو ببرم. من نمیذارم این ویدیو اینجور شه. بابا چرا این نمیمیره؟ به خدا نمیره. بزنید تو 10 بره بعدش میرم سر. زو شده بکنم خراب میکنی. نمیمیرم سن انما. خط نگیر علی. خط گیر نگیر. خط خب بریم که رفتیم. چرا نمیمیرم؟ نمیدونم. خب ببینیم چی میشه. نمیشه. اون نمیشه. علی توفنگ آواز نکن علی. بسم الله. چیه بعد دولونه؟ کاسب دولونه. چرا توفنگ عوض کردی؟ نکنین داره خیلی باز در میاره که توفنگ عوض کرد.
کجا یعنی؟ خب تفنگ عوض میکنه بزنم. با گوشیم بد داره همین داره الان میذارمش بابا من میذارم این ویدیو براتم. چرا این نمیره نمیدونم دارم بشار استک میذارمش. خب اون دیگه نمیه شده. دوستان نیا کنید میخوام دست به افتخار شما بزنم. من نمیبازم. کجایی من نمیبازم هر جوری شده. یه این نمیمیره بازی برگم این نمیمیره. خودتون نمیبینین دارم بهش فشار خر میدم. اینیا فشار بخور علی فشار. باید با شاتگان اینجور بازی کنیم. یه فشار ندارم. بسم الله الرحمن. خراب کردم بابا. این کارتون قبول نیست ولی من واسه شما ویدیوشو میذارم. نمیدونم الان شما چیه میبینین. امروز چهارشنبه است. نه که به خدا حساب نیست. داره یه شاتگانش چی اصلا داره مثل یک خرکش میده. بسم الله الرحمن الرحیم. در خواب نفهم بزن. در خواب نفهم بزن. آقا بابا حاجی نمیذارم اینو نمیذارم. بمیر دیگه چرا این نمیمیره آجی. فکر کنم چیز زده. علی چیز زدی نوبستک علی چیزی نکنی الان روش فشار سک میدم نمیمیره. کوش نکنی نمیمیره. خودتون نمیبینین دارم روش یه جا میزنم نمیمیره. کلا اصلا نمیشه. الان میام زیر ماهاش کنم. گوی علی نو بست. من تو رو بابا نمیبینی به خدا دارم نمیسازم. اونایی که مطمئن من چیده نمیمیره باش. نکنین دیگه الان میرم فشار خر چرک میدم. بابا خط نگیر علی نو بست. نکن حالا به ما میگن نوب توی. این به من میگه نوب. یه خطی که میگیره بسم الله. من میخوام هدیه بازی کنم چرا داره فشار میدی علی فشار نده. این ویدیو رو میذارم واسه بچه‌ها که بدونن تو فشاری. یا کن من نمیخواستم فشار بازی کنم. از این به بعد فشار بازی میکنم. بیا جلو ببینیم کی میزنه. با شاتگان وایسادم پایین. بیاید پاره پاره‌اش کنم. اسنایپر داشتی؟ اینقدر میگه از خود راضی نباش. از خود راضیم. بابا این اسنایپ این دست اسنایپ نیست. بابا به خدا اسنایپ من شاتگانم از دور نمیتونم بزنم. این اصلا نزدونه اصلا چی شد. فقط تمام چی علی چیتر این باتشو روشن کرده داره مثل پاره پارت میکنه. علی بنت کنم ایشالله. ایشالله بنشی من میزنم چیتر به تمام مانو. منم میام با شاتگان یه فشار بدم که رونالدو رو بیزار زیف نداد. اصلا رفتی نداشت ولی خب بپر پایین نوستک چیتره به تمام مانو. چیت این باتش روشن کرده داره واسه پوز میده. بسم الله الرحمن الرحیم. چیه برداشت علی. من پادشاهم. من نمیبازم به خاطر دوستام میزنمشون هر جوشو که شده. فشار یا حس فرق نمیکنه. قرار
قرار این دست رو پارش کنم، نمیذارم ببرم. بسم الله الرحمن الرحیم. فشار داره میزنه، فشار. خب باشیم ما هم یه توفنگ عوض کنیم. یه توفنگ اصلا فشاری بر نمیذارم. من تو کار فشار بابا قبول نبودیم. واقعا خیلی چی بودش. نکنه خودتون دیدین دیگه داشت فشار خل میداد. من میخواستم هدیه بازی کنم، اومد یه فشارهای داد روم که خودتون دیدین دیگه. حالا بگین نوب منم یا علی؟ تو کامنت پر کنین علی نوب، یا پر کنین علی نوب، علی فشاری پر کنین دیگه. نکنین خودتون که الان دیدین رید بهمون بس که فشار داد کنین. این ویدیو لایک کنین، سابسکرایب کنین و برای زنگوله کنار روشن کنین که هر ویدیو خفن آپلود کردم براتون بیاد. تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار. خدا نگهدار و یادتون نره سابسکرایب کنین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. و اگه میخواین این آفر رو خاری کنم الان باید من یک شمتا لطفا زود لایک و سابسکرایب کنین تا یک شمتا میخوام 3 یا 4 زم بزنم تا آفر رو واسهتون خالی کنم. خدا حافظ.